استحصال نخستین خشت را در این کارخانه تجربه میکنند. کارگران این شرکت پرتجربه نیستند، اما تلاش دارند تا کسب نو را از خود کنند. هر قدم کار را رهبر این کارخانه خوشنود شریفو نظارت میکند. او یگانه نفری که تجربه این کار را دارد. کار را از چینی ها در ناحیه همدانی آموخته است. طول چند سال با مهاجرت مهنتی میرفتیم. اومدیم اینجا در ناحیه همدانی در یک کارخانه خشتبراری با همراهی شهروندی خیتایی و مردم چین همکاری کردیم. майда кори амура омӯхтем, корро айхид кардем. Чанд сол кор кардем, дар якҷоягӣ корро айхид кардем. Истодем фикр кардем, мардуми 5-6 ҳазор километр меоянд, корхона бунёд мекунанд, кор мекунанд. мо ҳам худмон ба худмон истодем фикр кардем, гуфтем як корхонаи худмона мустақил кунем. این خشت‌ها خامند. آنها را باید در درون پیچکای مخصوص جا کنند. هر کارگر وظیفه خود را دارد. یکی در درون پیچکا خشت میچیند، دیگر خشت میکشد. هوا خیلی گرم است، ولی کسی از کار فرار نمیکند. این درون یگان تونل نیست، بلکه درون پیچ خشتپزی در ناحیه فرخار است. درونش حدود 60 درجه گرمی دارد. با وجود گرمی زیاد دیده می شود که کارمندانش به پخته‌پزی خشت مشغولند. این نخستین کارخانه خشت پخته در ناحیه فرخار است. پیش از آن ساکنان برای خرید خشت پخته تا همدانی و کلاه می رفتند. با آغاز کار این کارخانه خریدارانش در نوبت ایستاده اند. کارگرانش برای آماده کردن خشت در حرکتند. مثلا در 15 روز تقریبا چند، اگر مخفی نباشه چند سوم پول؟ نه 2000 سومون نه پشت. معاش میانه کارگران تا 2000 سومونی است. برخی از آنها تازه از مهاجرت کاری برگشته اند. یوسف علی میگوید که حالا در نزد زن و فرزندانش است. وظیفه یوسف علی ریختن کمر به پیچ‌های خشت پزی است. مسکو میرفتم میومدم، خیلی اومدم اینجا کار کردم، نرمال کار رفته سای چوتکا میشه اساسا بهتر زندگی دم میرسد اول. خودی خوشنود شریفوف برابر کارگرانش کار میکند. میگوید پیش از تأسیس کارخانه‌اش چینی‌ها به او معاش خوب و شرایط بهتر وعده کرده بودند، اما خوشنود میخواست کارخانه خود را تأسیس دهد. با همین نیت پول‌های از مهاجرت آورده‌اش را برای تأسیس کارخانه صرف کرد. حالا 10 کارگر دارد. او از آن خوشنود است که هم محاله‌هایش را صاحب جای کار کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار.